این گروه هنرمندان برای حمایت از همپیشه‌های افغانستانی خود گرد هم آمده علیه بازداشت آنها اعتراض کردند. هنرمندانی که بعد از آمدن طالبان به سر قدرت در افغانستان از وطن خود گریخته و در پاکستان پناه بردند. به گفته اعتراضگران، پلیس پاکستان در آخر ماه می امسال 2 آوازخوان و 2 نوازنده افغان را بازداشت کرد. آنها بیگاه در خانه‌های خود بودند که پلیس آمده گفته است حجت ندارد و بازداشتشان کرد. آنها شناسنامه دارند، سند سازمان پناهندگان را دارند، ولی پلیس آنها را به شعبه برده گفته است کارت گریزگی ندارند. مقامات آنها را به حبس گرفتند. پلیس پشاور به رسانه‌های محلی گفته است که هنرمندان به طور غیر قانونی وارد پاکستان شدند. اعتراضگران از آن نگرانند که حکومت صنعتکاران بازداشت شده را به افغانستان برمیگرداند. آنها برای بی‌خطری خود ترک افغانستان کرده به اینجا آمدند. حالا آنها در دایره قانون درباره خارجیان از سوی پلیس تعقیب و بازداشت می‌شوند. احتمال آنها از پاکستان رانده شوند. هنرمندان را به نزد کسانی برمیگردانند که از آنها فرار کرده بودند. طبق قانون درباره خارجیان، آنهایی که غیر قانونی وارد پاکستان شدند از این کشور رانده می شوند. فعالان و صنعتکاران در پشاور میگویند طالبان با هنرمندان بدرفتاری و موسیقی را منع کردند. حالا معلوم نیست که بعد بازگشت به افغانستان ایجادکاران را چی سرنوشت انتظار است. این هنرمندان به اینجا از ناعلاجی آمدند. آنها به خود بام نآوردند. آنها با زبان موسیقی صلح و محبت گپ میزنند. ما از حکومت طلب داریم که اتهامات نسبت آنها را بیکار کند. در تظاهرات بیش از 200 فعال و هنرمندان افغان و پاکستانی شرکت کردند. آنها با طلب آزادی صنعتکاران از کاخ مطبوعات پشاور تا نزد مجلسگاه محلی راهپیمایی نمودند.